بسم الله الرحمن الرحیم. در درس گذشته از جمله ادویه ضد دیابت خوراکی متفورمین و سلفونیلوری خوندیم. در این درس ما ادویه نان سلفونیلوری انسولین ریلیز یا دواهایی که غیر سلفونیلی ولی سبب افراز انسولین میشن میخونیم. این دوا که هست جزء کتگوری دوای افراز کننده انسولینه که مستقیما جلوی بطور پانکراس افراز میکنه، ولی تاثیر بسیار سریع داره. مدت اثر از او کوتاه مدت نمیشه، یعنی سریع سبب افراز انسولین میشه چون نیمه عمر کوتاه سبب میشه که دوام افراز انسولین از او دوام تاثیر دوا کوتاه مدت باشه. پس بهترین دوا برای کنترل قند خون بعد از غذا، چون وقتی غذا میخورین قند خون دفعتا بالا میره. پس این دوا بسیار خوب برای کنترل قند خون بعد از غذا. این دوا رو وقتی پس داده میتونین برای مریض که مریض میخواد غذا بخوره. treat while you eat، یعنی وقتی غذا دوا داده میشه که شخص غذا میخوره. پس بهترین دوا برای کنترل قند خون بعد از غذا میشه. دو دوا در این کتگوری وجود داره، نتیگلیناد و رپاگلیناد میباشه که رپاگلیناد و نتیگلیناد هر دو تا اثر اینا در روی ATP پوتاشیم چینل منتها محل از او جدا از محل سلفونیوری، یعنی رو آخذه سلفونیوری وصل نمیشه، رو آخذه جدا از سلفونیوری وصل میشه. پس اثر از اون مثل سلفونیوری طول اثر نیه، کوتاه اثر و مدت تاثیری هم کوتاه می باشه. اثر خیلی سریع وارد میشه به بدن. تاثیر زو خیلی سریع، به خاطر خیلی سریع جذب میشه، در طی 30 تا 45 دقیقه اثر میکنه و در طی 1 ساعت اوج اثر از او ظاهر میشه. این کتگوری دوایی زیاد مورد توجه دکتران دیابتولوژیست قرار نداره، به خاطر از اینکه یکی ضعیف خیلی قوی نیه در افراز انسولین و در پلو از او دوایی هست که برای قند خون فاستینگ اثر نمیکنه، یعنی افراز انسولین بازال زیاد نمیکنه. قند خون در طول شب حالت فاستینگ کنترل کنه، قند خون به خون فاستینگ کنترل کنه و در پلو خون نیاز به دوای افراز کننده انسولین دیگه داره که قند خون فاستینگ کنترل پیدا بکنه، یعنی افراز انسولین در طول شب هم زیاد کنه. و از طرف قیمت این دوا بسیار بالا می باشه. از واسه این دوا جز دواهای مورد علاقه دکتران دیابت نیه. گروپ دوایی دیگه ما تیازولدین های که مهمترین گروپ دوایی ضد دیابت خوراکی می باشه و بیشترین علاقه بین یعنی جز دوایی که بسیار مهمه در کنترل قند خون و بیشترین طرفدار بین دکترها داره، به خاطر از اینکه مستقیم در روی پاتوژنیز دیابت تایپ 2 اثر میکنه. ما در جلسه اول در پارت اول گفتیم که اه، در دیابت تایپ 2 بیشتر مقاومت مقابل انسولین وجود داره. دیازولدین ها گروپ دوایی باشند که مقاومت مقابل انسولین کم میکنن، یعنی اساسیت آخذار مقابل انسولین بالا میبرن. دوست این دوا مهمترین گروپ دوایی می باشه، خاطر که اساسیت مقابل انسولین بالا میبره، مقاومت مقابل انسولین کم میکنه. سه دوایی که در این کتگوری تا حالا ساخته شده که تروگلیتازون، روزیگلیتازون و پیوگلیتازون می باشه. تروگلیتازون اولین دوایی کتگوری بود به علت توکسیسیتی هپاتوتوکسیسیتی کشنده که ایجاد میکرد از بازار جمع شد. و روزیگلیتازون و پیوگلیتازون در بازار وجود داره. روزیگلیتازون به علت افزایش واقعات سکته‌های قلبی مایکاردال انفارکشن از بازار در کشور هندوستان و بعضی کشورها جمع شده. اما پیوگلیتازون دوایی که در این کتگوری در اکثر کشورها در تمام کشورهای جهان یافت میشه و استفاده میشه، ولی یک مشکلی که پیوگلیتازون داره خطر ایجاد سرطان یا کانسرهای مثانه می باشه. از واسطه در یک نقطه سیاهی که در استفاده پیوگلیتازون وجود داره، همین افزایش واقعات کانسر مثانه. پس در مریضانی که سابقه کانسر مثانه دارن یا ترخی فامیلی کانسر مثانه دارن، بهتره که پیوگلیتازون استفاده نشه. دوزاج پیوگلیتازون بین 15 تا 45 میلی گرم، یعنی از دوز 15 میلی گرم شروع میکنیم تا دوز 45 میلی گرم داده میشه. نیمی عمر از اثر از این دیلی، یعنی کمی مؤخر تاثیر ازش شروع میشه. معمولا 2 تا 4 هفته، 14 تا 28 روز وقت میگیره تا اثر ازش شروع شه و 8 تا 12 هفته به اوج تاثیر خوب پیوگلیتازون میرسه.
مکانیزم اصلی پیگلوتازون اتصال و فعال کردن رو آخذه پروکسون پروفیتور اکتیور رسپور گاما جینه. یعنی جینای خاصی در روی هسته فعال میکنه که مهمترین جین پی پی آر گاما. البته الفا رو هم تا اندازه فعال میکنه ولی مقدار کمتر و بیشتر گاما رو فعال میکنه. پی پی آر گاما یا پروکسیون پروفیت اکتیور رسپور گاما رو فعال میکنه. گاما جین باعث وقتی که این جین فعال شد یک تعداد اه، انزایم های در داخل عضلات شم و عضله ساخته میشه که این انزایم ها در حقیقت باعث میشه که مثلا در عضلات گلایکوژنزیس تحریک کنه. یعنی در عضله پروسه آنابولیک گلایکوژن شروع شه و سبب گلایکوژن سنتز شه. وقتی که گلوکوژن سنتز شه پس گلایکولاز اتفاق نمیفته، پس گلوکوز آزاد نمیشه از گلایکوژن در عضلات و در شم باعث لیپید سنتز و لیپوژنز میشه و مانع لیپولایزز میشه. پس لیپیدهای عضلات شمی در شم لایز نمیشه، آزاد نمیشه. وقتی لیپید لایز میشه فریفیتی اسید و گلیسرول آزاد میشه. فریفیتی اسید و گلیسرول در ارتباط میرن که در ترکیب تروگلیسرید و گلوکونیوژنیسیس از اونها استفاده میشه. پیوگلیتازون و تیازیدین ها با فعال کردن پی پی آر و گاما ژن پی پی آر و گاما باعث فعال شدن تولید الکترود انزایم های میشه که انزایم ها در حقیقت رول عمده در گلوکوژنیز داره. پس گلوکوژنیز تحریک میکنه، لیپوژنیز در عضلات زیاد میکنه و در کبد باعث میشه گلوکونیوژنیز اتفاق نیفته. یعنی پروسه گلوکونیوژنیز که باعث تولید گلوکوز از امینو اسید و شمیات میشه صورت نمیگیره. پس تولید گلوکوز کبد هم کاهش پیدا میکنه، پس قند خون بالا نمیره، باعث کاهش قند خون میشه. همچنین در گلوت 4 در شم و عضله زیاد میکنه. پس گلوکوز سانترال 4 باعث انتقال گلوکوز از داخل دوران خون داخل عضلات شم و عضله میشه، باعث پیمودن قند خون میشه و از طرف حساسیت مقابل انسولین بالا میبره. طوری که میدانین انسولین، آخذ انسولین دو سبیونیت الفا داره و بدون سبیونیت بتا داره در داخل حجره. انسولین برو آخذ سبیونیت الفا وصل میشه و پیام از او به سبیونیت بتا وارد میشه که در سبیونیت بتا وصل به تایروزین کاینیزه، با انزیم تایروزین کاینیز وصله. تمام اثر انسولین توسط تایروزین کاینیز به داخل حجره اعمال میشه. یعنی وقتی که حساسیت به انسولین بالا میبره فعالیت تاریزین در حقیقت زیاد میکنه. فعالیت تاریزین کاینیز وقتی زیاد شد حساسیت مقابل انسولین زیاد میشه، باعث میشه که انسولین زیاد سری اثر کنه و این سری اثر کردن انسولین باعث میشه که قند خون شخص پایین بیاره. از طرف دیگه اثر انسولین در بدن چیه؟ گلایکوژنیز، ساخته گلوکوژن سنتز و لیپوژنیز. این اثراتی که از انسولین وجود میاد با فعال کردن با افزایش حساسیت مقابل انسولین توسط تیازولیدین ها باعث میشه که یک تولید تروگلیسیرید در کبد کاهش پیدا کنه. پس سطح تروگلیسیرید بلند نمیره، پایین میره، سطح اشتیل بالا میره و حساسیت مقابل انسولین هم چیکار میکنه؟ بالا میبره. از این واسطه پیوگلیتازون جز دواهایی است که تاثیر بسیار خوبی در کنترل قند خون و کنترل شحمیات بدن داره. مزایایی که پیوگلیتازون داره یکی حساسیت مقابل انسولین بالا میبره، پاسخ مقابل انسولین در شحم و عضله زیاد میکنه، پس باعث کاهش قند خون میشه. یعنی قند خون کنترل میکنه و کاهش سطح قند خون پایین میره و از طرف تولید تروگلیسیرید 20% کاهش میده. پس باعث پایین آمدن تروگلیسیرید دوران خون میشه و سطح HDL هم بهبود میبخشه. سطح LDL کدام تاثیر اندک داره که باعث سطح اندک سطح LDL هم پایین میاره. این دو تاثیر از این باعث میشه که دیسلیپیدی مریض اصلاح کنه. پس در دیابت دیسلیپیدمی که تروگلیسیرید بالای HDL پایینه بسیار موثره پیوگلیتازون، چون HDL هم پایین بالا میبره، تروگلیسیرید سطح 20% پایین میبره. اثر دیگه که انسولین داره گفته شده که اخیراً ثابت شده که پیوگلیتازون باعث بهبود افراز انسولین میشه. یعنی افراز انسولین بهبود میبخشه. در میزان تایپ 2 طور گفتیم در پهلوزی که مواد والنسون وجود داره افراز انسولین به صورت نسبی کاهش یافته. پس این افراز انسولین به صورت نسبی کاهش یافته پیوگلیتازون بهترین دوا و چایسه.
به خاطر که همین افراز انسولین بهبود میبخشه. پس او کاهش نسبی افراز انسولین در حقیقت بهبود میبخشه، پس باعث میشه که انسولین بهتر افراز شه. توسط که این تحقیق که گفته شده که باعث بهبود افراز انسولین میشه، به نام ادیابت اوتکام پروگرشن ترایل، که در این ترایل ثابت شده که مقدار افراز انسولین بهبود میشه، اما به اندازه سلفونیلورا و که گلوبر نماینده نام باشه، به اندازه قوی نیه و بسیار خفیفه ای اثر. اثر دیگه که پیوگلیتوزون داره، اه، تخریب یا تخریب یا حجرات بتا سل در حقیقت آهسته میکنه. پس این هم سیوه در طول مدت استفاده از اینا. ما در انتخاب دوای دیابت، بریم از دیابت، دوای باید انتخاب شه که حجرات بتا پانکراس کتله حجرات بتا رو زیاد کنه، اپوپتوز و تخریب تدریجی حجرات بتا رو چکار کنه؟ نه کنه. پیوگلوتازون در حقیقت تخریب از بین رفتن موجودات بتا پانکراس در حقیقت آهسته میکنه و این پروسه رو به تأخیر میندازه. و از طرف دیگه پیوگلوتازون اثر دیگه که داره عبارت از تاثیر دیگه که پیوگلوتازون داره عبارت از اثر مهم از در روی شمیات حشوی اشعه و شمیات جلدی باشه که در شم جلدی پیوگلوتوزون باعث میشه که سبکوتون فتح زیاد کنه و شم حشوی و سیرل فتح مثلا و شم داخل عضلات مایوسیتا و داخل عضلات و داخل هپاتوسیتای که بعد در این شم کاهش میده. این اثر زو در حقیقت مهمترین اثر پیوگلوتازونه. در پس پیوگلوتازون با کاهش شمع عشبی یا اشعه مثل کبد میتونید در تداوی نقل فتی لیور هم استفاده کنید. در قسمت مزایای این پیوگلوتازون گفتین این مزایای پیوگلوتازون بود که مهمترین کاهش قند خون بود، اصلاح دیسلیپیدمی بود، بهبود افراز انسولین بود و از تخریب تدریجی وجود بتا در حقیقت جلوگیری میکرد. تخریب وجود یا از بین رفتن وجود بتا آهسته میکرد، پروسه تخریب از اینا. پس در طول مدت هم از این لحاظ سیوه و شم تطول جلدی رو کاهش میده. از اونجایی که افراز انسولین بهبود میبخشه و از طرف با افزایش حساسیت مقابل انسولین در آخذ انسولین مقابل انسولین باعث میشه که قند خونم پایین بیایه. پیوگلیتازون برای واقعیات پری دیابت، برای واقعیت دیابت در اشخاصی که با ریسک بالا داره و پری دیابتن، در این واقعیات اپروف شده و ثابت شده و فعلا استفاده میشه. یعنی در تمام ردای سنی که قند خون در چی سر عدم باشه، در نویسنی میارات پیوگلیتازون در مریضانی که پری دیابتن برای واقعی از اینا در حقیقت ثابت شده و موثریت ازی ثابت شده برای واقعی دیابت در مریضانی که پری دیابتن. اثر دیگه که پیوگلیتازون داره، شحم زرجلدی سبکوتونیس تیشیور بلند میبره و شحم عشبی مقدار کم میکنه و از این واسطه باعث افزایش وزن میشه. یکی از دلایلی که پیوگلیتازون سبب افزایش وزن میشه، افزایش شحم تتولدی در پلوز، افزایش ولیام ریتنشن یا فلوید ریتنشن هم جزء اسبابی که سبب افزایش وزن در مجال پیوگلیتازون میشه. چون شمع عصبی کاهش پیدا میکنه، پس در خصوصا شمع داخل عضلات و داخل کبد شمع کم میکنه، پس میتونه در نقل فتی لیور هم استفاده شه. پیوگلیتازون در فتی لیور هم دوای انتخابیه، یعنی موثریتی در میزان فتی لیور هم ثابت شده. مزایایی که در روی مزایای کاردیوواسکولار پیوگلیتازون، چون گفتیم در پلوزی که قند خون پایین میکنه دیسلیپیدی میز اصلاح میکنه، پس خود کاردیوواسکولار نیز خطر کاردیوواسکولار هم کاهش میده. مزایایی که روی قلبی وعی داره، اولا در قسمت کاروتید تکنیس یا زخیم شدن زخامت خود خود شریان کاروتید کاهش میده. پس از ایجاد اتروسکلروز و کنده شدن پلاکای اترومای که در خود کاروتید قرار داره، در این در حقیقت یک واقعات کاهش میده. پس خطر سکته قلبی اسکمی که کم میکنه. و از طرف پیگلوتازون وظایف اندوتلیال او ایر داخل شریان بهبود میبخشه و نرمال بر میکنه.
طوری که می‌دانیم اندوتل وعی مواد افراز میکنه که یک طرف ناتروکس آزاد میکنه سبب توسط او بازدارشن اویه میشه و از طرف مواد فیبرینولایز و مواد اثر مواد تولید میکنه که اثر ضد ترومبوز داره و از اگریشن پلیتو ترومبوز جلوگیری میکنه. اثر دیگه که داره گفته شده پیوگلیتازون باعث میشه فشار خون تا اندازه کاهش پیدا کنه. کی تأثیری هم به علت نرمال شدن حالت اندوتل گفته شده که به علت نرمال شدن فعالیت اندوتل و داشتن مواد مثل ناتروکساز با کاهش تکنس خود داخل اوعیه به علت ربط داده شده که سبب کاهش فشار خون میشه. و از طرف پروسه فیبرولاز بیبود میخشه و اثر ضد کوگلشن پارامتر کوگلشن فاکتورها هم کاهش میده. پس اثر ضد ترومبوز داره. اثراتی که بنا به این اثرات مزایایی که پیرگلوتوزین داره یکی اینه که دیسیپلین اصلاح میکنه در میزان کاردیوواسکولار دیسیپلین وقت استرس خطر پیشرفت مرض واقع میشه و از طرف تکنیس خود طبقه انتیمای کاروتید کاهش پیدا میکنه پس از تخب تنگی داخل شرايين کاروتید جلوگیری میکنه. نورمالشن وظایف اندوتل ویر سبب میشه که این نورمالشن زو در حقیقت هم سبب کاهش واقع ترومبوز میشه و هم اثر ضد فیبرولایز داره و هم کاهش فشار خون میشه. تمام اینا باعث میشه که 16% واقعات استکای قلبی و سرطان مغزی پیگلوتاژون نظر به دلایلی که مزایایی که در بالا داره 16% واقعات قلبی و ایر کاهش میده. پارادوکس پتیوریزادون چیه؟ چیزی که مهمه پیوگلوتازون وزن بالا میبره. پیوگلوتازون شحم بدن آدم کتله شحمی بدن آدم زیاد میکنه اما با وجودی که وزن بالا میبره کتله شحمی بدن بالا میبره اما باز هم فشار باز هم اسید مقول انسولین بالا میبره. به چی دلیل؟ این دو تا پارادوکسه. یعنی ما میگیم وقتی وزن بالا بره و کتله شحمی بدن بره موقعیت به قول انسولین بالا میره و قند خون بالا میره و ایجاد دیابت میشه. پیوگلوسون برعکس هم وزن بالا میبره و هم کتله شحمی بدن بالا میبره و اون صورت بازم سبب چی میشه؟ حساسیت مقابل انسولین میشه. این حالت به نام این حالت کلینیکی به نام تیوزین پارادوکس هم یاد میکنه یا تضاد پیوگلوتازون. به خاطر چی؟ به خاطر که پیوگلوتازون شحم اعشابیر کم میکنه، شحم سبکوتونیوس یا زیرجلدی رو زیاد میکنه. طوری که میدانین شحم زیرجلدی از نظر متابولیک غیر فعال. آخذهای مقابل تعداد آخذهای مقابل ادرنالین و نادرنالین، تعداد آخذهای مقابل کورتیزول کمه. از اون اثر لیپولایز کمتری داره، کمتر سبب لیپولایز میشه و سبب صدای شمی میشه. بیاست شم زرجلدی از نظر متابولیک خنثی برعکس سبب بیبود اساسیت مقاوم انسولین میشه و افزایش وزن از اون بلت افزایش شم زرجلدی برعکس شم عشبیر کاهش پیدا میکنه. از این واسطه با وجودی که افزایش وزن افزایش کتله شمی بدن افراز اساسیت مقاوم انسولین بالا میبره. عوارض جانبی که تیوزولدین ها در کل داره خصوصا پیوگلیتازون دوایی که فعلا استفاده میشه مهمترین رو افزایش وزن 2 تا 4 کیلو گفته وزن بالا میبره. التباس مایعات که باعث اوزیما میشه و کتله حجم مایعات بدن بالا میبره. در پلو زو انزایمای کبدی بالا میبره سبب هپاتایتیس میشه. انزایمای کبدی بالا میبره. از واسه تمام جانه که میخوایم پیگلتون شروع کنین بهتره که LFT لیور فانکشن تست انجام شه که HQT CPT مریض میشه چک سبب بلند رفتن از نشون میده که پیروزی سبب هپاتایتیس شده. همچنین سبب انیمی میشه تا انیمی از اون شکل کاذبه. گفته شده که انیمی از اون به علت افزایش حجم مایعات ایجاد میشه. دیگه از جمله عوارضی که پیگلوتون داره بازوشن تخمه یا اووپروسی اولشن سری میسازه سبب بازوشن تخمه میشه. در خانمایی که در سن باروری قرار دارن ادویه ضد باروری میگیرن با مصرف پیگلوتون ای هشدار داده شه که با میتونه سبب آزاد شدن تخمه و سبب حاملگی شه. و مشکلی که پیوگلیتازون ایجاد میکنه اما در استخوان ها خصوصا در خانم‌ها کسانی که خوب اشخاص مسن بیشتر در خانم‌ها سبب افزایش کسور عظام میگردد. کسور پاتولوژیک عظام. مزاد استوا پیوگلیتازون مرحله اول تمام واقعاتی که
اوورلوده، چون پیوگلوژن سبب اوورلود میشه. در تمام وقت اوورلود یا حالت اوورلود باید کم شه. مثلا در مزانی که کرونیک کدنی دیزیز دارن نباید داده شه. همچنین در هارت فیلر در نیها کلاسیفیکیشن 2 3 و 4 گفته پیوگلوتازون در صورتی که دیگه کلاس باشه باید داده نشه. همچنین چون به علت هپاتایتیس که ایجاد میشه در مریضانی که اکتیو کرونیک اکتیو هپاتایتیس دارن، یعنی مریضانی که هپاتیت فعال یا امراض هپاتیتی دارن، مثلا هپاتیت بی دارن، هپاتیت سی دارن، یا هم در مریضانی که سطح ALT از او بیشتر از 2.5 برابر سطح نرمال بلنتین سطح رنج نرمال آن باشه، در این مریضا هم میتونه که پیوگلیتازون داده نشه. همچنین در مریضانی که استیوپوروزیس دارن با دادن پیوگلیتازون باعث میشه که استیوپوروزیس وقتی که استیوپوروزیس خودشون در خطر شکستگی عظام قرار دارن. وقتی که مریض استیوپوروز داشته باشه با دادن پیوگلیتازون خطر شکستگی عظام بالا میبره. همچنین در مریضانی که ماکولار ادیما دارن با دادن پیوگلیتازون، چون پیوگلیتازون سبب افزایش فلوید ریتنشن میشه، احتباس مایات میشه، پیوگلیتازون باعث میشه که اوزیمای ماکولا زیاد شه و سبب کوری شه. پس در این واقعیت بهتره که پیوگلیتازون داده نشه. گروپ دیگه دوایی که زیاد اه، استفاده هم نداره، البته در کشور امریکا، بلکه در جنوب آسیا و کشورهای آسیایی بیشتر استفاده داره، الفا گلوکوزیداز انهبیتور می باشه. در یک کتگوری دوایی بهترین کتگوری دوایی برای کنترل قند خون بعد از غذا، یعنی پست پرندر گلایسیمید هایپرگلایسیمید بسیار خوب کنترل میکنه. منتها اثر کمی در قند خون فاستینگ داره، چون این دوا جذب گلوکوز از سیستم عصبی کاهش میده، صورت جذب کم میکنه، 30 تا 50% جذب گلوکوز کم میکنه، 30 تا 50% قند خون بعد از غذا رو کاهش میده و تنها اثر جو در روی می قند خون بعد از غذا و در روی افراز تولید گلوکوز که بعد هیچ اثری نداره، در روی افراز انسولین اثر نداره، از جست در روی فاستینگ پلازما گلوکوز هیچ اثری نداره. ثابت شده که به طور اوسط بین 0.5 تا 1% اسپیوانسیل میتونه الفا گلوکوزاز انهبیتور پایین بیاره. چون سبب افراز انسولین نمیشه پس سبب هایپوگلیسیمی نمیشه. مکانیزم اصلی تاثیر زو اینه که وقتی ما کربوهیدرات کامپلکس کربوهیدرات مصرف میشه، اینا با توسط امیلاز چیکار میشه؟ مشکنه و در امایل دقیقه به اولیگوساکاریدها و دایساکاریدها تبدیل میشه. اولیگوساکاریدها و دایساکاریدها توسط برای که باید جذب از اون بسیار اندکه و بسیار کمه، ولی که جذب باید به مونوساکاریدها تبدیل شه و تبدیل از اینا توسط مونوساکاریدها توسط انزایم به نام الفا گلوکوزیداز در سطح برش بردن امای دقیقه انزایم وجود داره، باعث میشه که تمام اولیگوساکاریدهایی که وجود داره او رو به مونوساکاریدها تبدیل کنه. وقتی که مونوساکاریدها تبدیل شد باعث جذب آنها داخل دوران میشه. در صورتی که اولیگوساکاریدها تخریب نشه، به اون مونوساکاریدها تبدیل نشه، به مونوساکاریدها لاز نشه، نشکنه به مونوساکاریدها، پس جذب هم نمیشه، پس خند خون هم بالا نمیبره. الفا گلوکوزیداز در حقیقت انهبیتور دواهایی میشه که انزیم های الفا گلوکوزیداز که در سطح برش بردن امای رقیقه قرار داره اینا رو بلاک میکنه. با بلاک کردن این انزیم ها باعث میشه که کامپلکس کربوهیدراتی که شخص توسط غذا گرفته که گلوکوز توسط امیلاز تبدیل شده به مونوساکاریدها تبدیل نشه و عدم تبدیل شدن از به مونوساکاریدها پس باعث میشه که همین کامپلکس کربوهیدرات جذب نشه. این گروه دوایی حدود 30 تا 50% قند خون بعد از غذا کاهش میده. مکانیزم اصلی هم با بلاک کردن الفا گلوکوزیداز انزیم الفا گلوکوزیداز در سطح برش برداره که مانع جذب تبدیل شدن مولیکوساکاریدها به مونوساکاریدها میشه، پس سبب بلند رفتن قند خون بعد از غذا نمیشه، چون اولیگوساکاریدها جذب نمیشه. عوارض اصلی از او به علت بیشتر به علت عدم جذب کربوهیدرات هایی که توسط انزیم نای شده. ممکن اینا نفخ و باد می باشه، اسهال و کرمپ های بطنی و هم میتونه سبب عروق زدن مکرر شه.
مزایایی که الفا گلوکوزادین داره، قند خون بعد از غذا بسیار عالی کنترل میکنه، چون سبب قند خون، کنترل قند خون میشه، ولی افراز انسولین سبب میشه کنترل قند خون و میشه، اما وزن شخص بالا نمیبره. پس بهترین دوا دویت نچراله. پس خطر، یعنی ترس از این وجود نداره که سبب چاقی یا اضافه وزن برای مریض چیه و وزن شخص بالا ببره. اکاربوس ثابت شده که پیامدهای قلبی بویایی مریضان را دیابت بهبود میبخشه. پس در مریضان قلبی بویایی ثابت شده که اکاربوز اثر خوبی در روی قلبی بویایی داره و در برای اکاربوز ثابت شده که از پیشرفت دیابت در مریضانی که پری دیابتن جلوگیری میکنه. پس ما میتونیم اکاربوز مثل پیوگرتازون و مثل متفورمین در واقعاتی که شخصی که پری دیابت باشه برای وقایع از اینا، از این دوا استفاده کنه. مشتقاتی که در بازار وجود داره اکاربوز، مگلتول و وگلبوز. مگلتول و اکاربوز در امریکا وجود داره، وگلبوز وجود نداره. وگلبوز بیشتر در جنوب آسیا، در هندوستان وجود داره و استفاده میشه. اکاربوز به مقدار 50 تا 100 میلی گرم 3 بار در روز، یعنی در شروع خوردن غذا در مریضان استفاده میشه. از دوز 50 میلی گرم میتونیم ما شروع کنیم، 2 بار تا 3 بار در روز. دوز اعظمی و 100 میلی گرم 3 بار در روز میشه. 30 تا 50% گفته شده قند خون بعد از غذا کاهش میده، اما سبب عوارضی مثل نفخ و باد و اسهال میشه. مگلاتول بین 25 تا 100 میلی گرم 3 بار در روز استفاده میکنه. دوز عظیمی 300 میلی گرم در روز. دوز 25 میلی گرم شروع میکنین 3 بار در روز در شروع خوردن غذا. دوز نهایی از او 100 میلی گرم 3 بار در روز میشه، از او بیشتر موثریت نداره. مگلتول سبب اه، اه، این هم در امریکا مثل کاربوز یافت میشه. دوای دیگه عبارت از وگلیبوز باشه که در آسیا، در هندوستان وجود داره و در امریکا اوگلبوز وجود نداره. در بازار امریکا دوز 0.2 تا 0.3 میلی گرم 3 بار در روز در شروع خوردن غذا این دوا استفاده میشه. بین از 3 دوایی که اینجا وجود داره تنها اوگلبوزه که کمتر سبب نفخ و باد و اسهال میشه. مگلتول سبب اسهال، بیشتر سبب اسهال میشه و نفخ و باد کمتر میشه. اکاربوز هم سبب نفخ و باد میشه، هم سبب اسهال میشه. گروپ دوای دیگه که زیاد استفاده میشه و ممکنه گروپ دوای در کنترل قند خون می باشه، انکریتین افکت یا اثر انکریتین ها باشه. داره که ما خوندین وقتی شخص غذا میخوره در هورمونای هر قسمت امعای رقیقه افراز میشه که از وجود کسلی که در اپر گسترونتستین قرار داره، هورمونی به نام گستریک اینهیبیتوری پپتید افراز میشه و از وجود ال سل که در قسمت دستال امعای رقیقه قرار داره هورمونی به نام جی ال پی یک گلوکاگون لایک پپتید یک افراز میشه. این دو هورمون اثر دارن، اثر انکریتین که اثرات زود در بدن طوری که در درس گذشته هم ما گفتیم افراز انسولین وابسته به غذا سبب میشه، افراز گلوکاگون نای میکنه، اشتهای شخص استرس مرکزی کاهش میده، افراز اسید بعد از غذا کاهش میده و هم این کریاتین ها باعث میشه که پرولکشن تکثر وجود بهتر ایجاد میکنه، پس کته وجود بهتر ایجاد میکنه و اپوپتوز وجود بهتر نهی میکنه و سبب میشه که مرکز وجود بهتر بلاک کنه، قد کاهش بده. پس این دواها در استفاده طول مدت سیوه. به خاطر چی؟ به خاطر که اینا کتله وجود بهتر زیاد میکنه و کتله وجود بهتر کم نمیکنه، زیاد میکنه. متاسفانه GLP-1 یا GIP و GIP یعنی این کریاتین ها نیمه مورد بسیار کوتاه استریان تازه انزایم بران DPP4 به متابولیت های غیر فعال تبدیل میشه به نام انزایم دای پپتیدال پپتیداز 4 به متابولیزم چی میشه به شکل غیر فعال تبدیل میشه. نظر به انکریتین، اثر انکریتین، دو گروه دوایی ساخته شده. یک تا گروه دوایی که دواهای به نام آنالوگای جیل پی یاد میشه. اثر دوای شبیه به جیل پی که اثر شبیه به جیل پی که ولی در مقابل انزیم دی پی پی 4 مقاوم می باشه و نیمه نسبت به جی آی پی و جیل پی که در بدن ساخته میشه طولانی تره. و از دوای دیگه که ساخته شده از روی اثر انکریتین دی پی پی 4 انهیبیتوره. جیل پی یک آنالوگ ها و دی پی 4 انهیبیتور. دی پی 4 انهیبیتور در حقیقت
این دواهایی باشه که مستقیم دی پی پی 4 این انزایم رو بلاک میکنه و نای میکنه، پس مانع تبدیل شدن جی آی پی 1 و جی ال پی 1، جی آی پی و جی ال پی 1 گلوکوز پیپتید 1 به شکل غیر فعال اینا توسط انزیم دی پی 4 میشه. وقتی که این انزیم بلاک شد، نیمی عمر جی آی پی و جی ال پی 1 که در بدن ساخته شده در بدن تولید میشه در پاسخ خوردن غذا، نیمی عمر از اینا بلند میره و اثر کراتین در بدن بالا میره. خب طوری که شما آمده وقتی شخص غذا میخوره از امعای دقیقه از ال سل جی ای پی 1 افراز میشه، جی ال پی 1 افراز میشه و کسل جی آی پی افراز میشه، گاستریک اینهیبیتور پپتید. هر دو دوا توسط انزیم دی پی پی 4، هر دو انزیم توسط هورمون توسط جی پپتید توسط دی پی پی 4 انزیم دی پی پی 4 به شکل غیر فعال از او تبدیل میشه و هر دو تا در پانکراس اثر میکنه، افراز انسولین زیاد میکنه. وقتی که افراز انسولین زیاد شد باعث میشه که اثر انسولین در بدن بالا بره، مثلا در عضلات باعث تولید جذب گلوکوز عضلات زیاد میکنه، در کبد پروسه گلوکوژنیز نای میکنه و گلوکوژنولاز نای میکنه، باعث میشه که تولید گلوکوز کبد پایین به و باعث پایین آمدن قند خون میشه. آنالوگای جی ال پی 1 شامل اگزینیتاد، لیراگلوتاد، دولوگلوتاد و سیماگلوتاد باشه. این چهار آنالوگی که از این گروه دوایی وجود داره. نیمه عمر اگزینیتاد 2 تا 6 ساعت می باشه و نیمه عمر لیراگلوتاد 13 ساعت می باشه. هر دو دوا چون جی ال پی 1 آنالوگن، افراز انسولین وابسته به غذا آزاد میکنه، افراز انسولین وابسته به گلوکوز، یعنی قند خون بالا باشه افراز انسولین زیاد میشه، قند خون پایین باشه افراز انسولین کمتر میشه. از جست سبب هایپوگلیسیمی نمیشه، یعنی به ندرت سبب هایپوگلیسیمی، ریسک هایپوگلیسیمی بسیار پایین میباشه در این گروه دوایی. دوزاژ اگزنیتاد چون نیمه کوتاه 2 بار در روز باید استفاده شه به شکل زرقی مثل انسولین پن وجود داره که 5 میکروگرم 2 بار در روز استفاده میشه. دوز نهایی از او ماکسیمم دوز از او 10 میکروگرم 2 بار در روز باشه. برای که لرگلوتات 0.6 میلی گرم به صورت جدی استفاده میشه. دوز شروعی از او روزانه 0.6 میلی گرم چون عمر طولانیه و دوز اعظمی از او 2.4 میلی گرم در روز باشه. دوز جلدی استفاده میشه. دوای دیگه کتگوری دوایی دولاگلوتاد می باشه که نیمه عمر 5 روزه و سیماگلوتاد می باشه که نیمه عمر 1 هفته می باشه. دولاگلوتاد 0.75 میکروگرم میلی گرم به صورت زیرجلدی 7 بار شروع میکنیم. دوز نهایی 3 میلی گرمه. بهتره که دوز ازیر بعد از مثلا وقتی استفاده میکنیم 4 هفته بعد، یعنی بعد از 1 ماه دوز دوار میتونیم دوچند کنیم تا اثر زود در بدن وارد شه، در صورتی که به قند خون و پاسخ قند خون نرسیم. سماگلوتاد دارم چون نمور 1 هفته میتونیم از دوز 0.25 میلی گرم 1 بار در روز زیر جلدی استفاده شه. دوز نهایی از 2 میلی گرم باشه. گفته شده که از 0.25 وقتی شروع کردین به تدریج روز از او بالا میبرین تا دوز نهایی از او یعنی 1 ماه کامل، یعنی 4 هفته 4 زرخ 0.25 میلی گرم سبکوتانیز شروع میکنیم تا وقتی که در طول 1 ماه به قند خون مطلوب نرسیدیم باز دوز از او دوچند میکنیم تا به دوز نهایی 2 میلی گرم. بین این 4 دوا که تمام به صورت زرقی به شکل انسولین پین مثل انسولین پین به صورت زرقی وجود داره، تنها دوایی که به صورت خوراکی هم وجود داره سیماگلوتاد میباشه. سیماگلوتاد به صورت خوراکی وجود داره که تابلت های 3 میلی گرم 7 میلی گرم 14 میلی گرمه که ما هم میتونیم روزانه 3 میلی گرم شروع شه تا 1 ماه نیاد 7 میلی گرم میشه و تدریج روزی 14 میلی گرم دوز نهایی از اونه میتونیم ما ادامه بدیم. جی ال پی یا یک آنالوگ جز دواهایی که باعث ویت لاز میشه، یعنی باعث کاهش وزن میشه. اگزینیتاد کمتر چون میمون کوتاه‌تره، لراگلوتاد دولاگلوتاد و سیماگلوتاد جز دوایی که ثابت شده باعث کاهش وزن میشه و این کتگوری دوایی توسط FDA اپروف شده برای مریضانی که اضافه وزن دارن و چاقن. برای این مریضا برای تداوی چاقی برای که وزن شخص بعد به نرمال مطلوب برسه از این سه کتگوری دوایی یعنی لراگلوتاد دولاگلوتاد و سیماگلوتاد میتونیم ما استفاده کنیم. دوای دیگه که اثر انکریتین در بدن زیاد میکنه دی پی پی 4 انهیبیتور میشه که شامل سیتوگلیپتین، ولداگلیپتین، ساگزاگلیپتین و لیناگلیپتین میشه. یک دوای جدید از اینا هم الوگلیپتین میشه که هر 4 دوا اثر شبیه به هم داره. انزیم دی پی پی 4 نای میکنه. دی پی پی 4 وقتی که نای شد پس انکریتین هایی که در بدن ساخته میشه جی ال پی 1 و جی آی پی
به شکل غیر فعال تبدیل نمیشه. نیمه موج اینا در بدن طولانی میشه، اثر اینا در بدن طولانی میشه و اثر که دیدین در بدن وارد میشه. دوز استازاگریپ میلیگرام 100 میلی گرم در روز میتونیم به یک دوز مستقل یا دو دوز منقسمه داده شه. ساکسوکلپتین میلیگرام 5 میلی گرم در روز داده میتونیم. دوز نهایی اینا 5 میلی گرم باشه. اینا افراز انسولین وابسته به گلوکوز سبب میشه، پس باعث هایپوگلیسیمی نمیشه. ریسک هایپوگلیسیمی بین از 4 دوا لینوگلیپتین تنها دوایی که متابولیزم از در کبد صورت میگیره و در کبد باعث میشه که متابولیزم صورت بگیره. پس در واقعات عدم کفای کلیوی میتونین از این دواها، از این لینوگلیپتین استفاده کنیم. مهمترین گروپ دوایی که زیاد طرفدار داره و جدیترین گروپ دوایی باشه سودیم گلوکوز کوترانسفورتر 2 اینهیبیتور باشه. این دوا برخلاف سایر دوایی که ما نام بردیم در روی افراز انسولین هیچ اثر نداره، در روی مقاومت مقابل انسولین هیچ اثر نداره، در روی بازجذب گلوکوز سیستم هاضمه هم اثر بسیار ناچیزی داره و اثر نداره مگر اینکه SGLT1 هم بلاک کنه که جذب گلوکوز سیستم هاضمه تا اندازه کاهش بده. ولی این دوا از طریق اتراع گلوکوز از تیوبولای کلیوی باعث کاهش قند خون میشه. روزانه 180 گرم گلوکوز از طریق گلومرول فیلتر میشه که تمام از اینا توسط تیوبول های کلیوی پس بازجذب میشه. مهمترین قسمت و توسط تیوبول های که بازجذب میشه در تیوبول های کلیوی سودیم گلوکوز کوترانسپورتر قرار داره که اینا باعث میشه که گلوکوز با سودیم مقدار آب جذب کنه، گلوکوزی که در تیوبول های کلیوی اتراع شده. و ای پمپ در حقیقت توسط پمپ سودیم پوتاشیم ATPase پمپ میشه که به شکل فعال یا اکتیو باعث بازجذب گلوکوز همراه با سودیم از قسمت تیوبول های کلیوی میشه، از طریق فیلترها های که در داخل تیوبول های کلیوی نگردد میشه. سودیم گلوکوز فیلتر وقتی که گلوکوز وقتی فیلتر میشه توسط ای همزمان به گلوکوز سودیم هم با او جذب میکنه. وقتی که ما بتونیم سودیم گلوکوز ترانسپورتر بلاک کنیم مانع بازجذب گلوکوزی که در تیوبولای کلیوی فیلتر شده میشه. پس گلوکوز و سودیم با مقدار آب از طریق تیوبولای کلیوی اترا میشه، از طریق کلیه اترا میشه. چون ما سودیم ترانسپورتر اصلی از انتقال دهنده اصلی از اون ما بلاک کنیم که SGLT. وقتی که SGLT ما بلاک کنیم سودیم هم باز گلوکوز هم جذب نمیشه، مقدار سودیم و آب هم خود از اون اترا میشه. باعث میشه که قند خون شخص هم پایین بیایه، فشار خون شخص هم با اترای سودیم و آب فشار خون هم تا اندازه پایین میاره و در پلوزو وزن شخص هم پایین میاره، به خاطر که با اترای روزانه قند خون حدود 100 تا 200 گرم، حدود 100 کیلو 100 تا 200 کیلو کالری انرژی بدون ازی طریق کلیه توسط گلوکوزی که اترا شده انرژی بدن اترا میشه و باعث کاهش قند خون میشه. وقتی که تیوبولای کلیوی خون فیلتر میکنه تمام گلوکوز توسط تیوبولای کلیوی توسط گلومرولای کلیوی وقتی خون فیلتر میکنه تمام گلوکوز اترا میشه در داخل تیوبولای کلیوی توسط تیوب پروکسیمال قطعه S1 و S2 از او اینجا آخذه به نام SGLT2 قرار داره که تقریبا 90% گلوکوز از این نهیه بازجذب میکنه و 10% دقیقه در قطعه سوم تیوب پروکسیمال SGLT1 قرار داره که 10% گلوکوز باقی مانده SGLT1 بازجذب میکنه و مانع اترای گلوکوز میشه. وقتی که ما بیایم SGLT2 کامل بلاک کنین با بلاک SGLT2 مانع بازجذب گلوکوز میشه. گلوکوز بازجذب داخل تیوبولای کلیوی که اترا شده بازجذب توسط تیوبولای کلیوی نمیشه، پس به دوران خون داخل نمیشه. وقتی گلوکوز پس به دوران خون داخل نشد پس باعث کاهش قند خون میشه، چون گلوکوز از طریق ادرار اترا کرد. این گروپ دوایی مهمترین و جدیترین گروپ دوایی می باشه که دال ساخته شده. سه دوای مشهور کاناگلیفلوزین، داپاگلیفلوزین و امپاگلیفلوزین باشه. اخیراً ارتوگلیفلوزین هم ساخته شده. کاناگلیفلوزین 100 تا 300 میلی گرم در روز استفاده میشه. داپاگلیفلوزین بین 5 تا 10 میلی گرم در روز استفاده میشه. امپاگلیفلوزین 10 تا 25 میلی گرم در روز استفاده میشه. مزایایی که داره قند خون به علت اترای گلوکوز طریق ادرار قند خون پایین میاره، فشار خون پایین میاره چون مقدار آب و سدیم هم خود اختراع میکنه و وزن شخص هم با پایین میاره که ثابت شده که باعث کاهش وزن میشه. چون سبب اترای چون سبب افراز انسولین نمیشه پس سبب هایپوگلیسیمی هم نمیشه. پس سر هایپوگلیسیمی هم
نداره. مزایای ناقصی که این گروپ دوایی داره، چون اترای گلوکوز طریق یورین سبب میشه، باعث میشه که با یو تی آی بلند ببره. و از طرف سبب ایجاد الکترود امبالانس میشه و هم در میزان تایپ 1 یا میزان تایپ 2 که نیاز به انسولین دارن، وقتی که گلوکوز بدیم ممکنه سبب نورمال گلیسمیک دیکایشه، چون گلوکوزی که از طریق کلیه این دوا ادرار میکنه، در این موضوع انسولین دیفیشنسی دارن. وقتی که انسولین دیفیشنسی موجود باشه، باعث میشه لیپولیز اتفاق بیفته و بالاخره پروسه کتوز صورت بگیره و شخص دیکای بسازه. پس در میزان تایپ 1 و تایپ 2 که نیاز به انسولین دارن، پس میزانی که در عملیات جراحی قرار میگیرن، اینا خطر نورمال گلیسمیک دیکای در اینا بلند میره. در کتگوری اعداد اندازه ضد دیابت خوراکی، دوپامین اگونیست که یک مشتق بروموکریپتین، یک مشتق سریعش یا سریعا آزاد شونده بروموکریپتین برای سیکلوسیت ساخته شده که این مشتق ثابت شده که اثر ضد دیابتی داره. این گروپ دوایی از طریق سیستم عصب مرکزی اثر میکنه، اثر دوپامینرژیک داره، باعث میشه که آزاد شدن ابنورمالیتی فعالیت سیمپاتیک از قسمت هیپوتالاموس بلاک کنه و ابنورمالیتی برطرف کنه، مانع آزاد شدن فعالیت سیمپاتیک سیستم عصب مرکزی شه. وقتی که سیمپاتیک سیستم عصب مرکزی آزاد نشه و از طرف فعالیت دوپامینرژیک سیستم عصب مرکزی ایام میکنه که در میزان تایپ 2 به صورت اب نورمال فعالیت سیمپاتیک بلنده و از طرف فعالیت دوپامینرژیک دچار نقص شده. این گروپ دوایی فعالیت دوپامینرژیک سیستم عصب مرکزی قسمت هایپوتالاموس ایام میکنه و فعالیت سیمپاتیک چیکار میکنه؟ آزادشدن سیمپاتیک در این نیه نه میکنه، باعث پایین اومدن قند خون میشه. یک طرف آزاد شدن افراز انسولین تقویت میبخشه، اسیستم مقابل افراز انسولین، افسر مقابل انسولین در نسج محیطی کاهش میده، زیاد میکنه و قند مقابل انسولین کم میکنه و هم تولید گلوکوز کبد، آزاد شدن گلوکوز از کبد هم نه میکنه، پس باعث قند خون میشه. این گروپ دوایی سبب افزایش وزن نمیشه، هم سبب هایپوگلیسمی نمیشه. از این واسطه به این دو دلیل در میزان که مشکلات قلبی و ای دارن، کاردیوواسکولار دیزیز، این دوای سیف باشه و مسئول باشه. دوز شروع از روز 0.8 میلی گرم یک بار در صبحانه از طرف صبح شروع میشه. دوز نهایی 4.8 میلی گرم میشه می باشد. دوای دیگه که برای کاهش قند خون ثابت شده که موثر کلسیولام می باشه، این گروپ دوایی در حقیقت دوای تجزیه کننده یا اسید سفره نسل 2 می باشه. ثابت شده که باعث کاهش قند خون به صورت متوسط میشه و HbA1c حدود 0.5% کاهش میده. تقریبا LDL 15% کاهش میده و بهبود میبخشه، اما HDL با هیچ اثر روی HDL نداره و روی تریگلیسیرید 5 تا 20% بالا میبره. هیدروکسی کلoroquine که قبلا در کتاب آماده که این دوا هم سبب اثر ضد دیابتی داره. اثر اصلی ضد دیابتی بر روی آخذه انسولین میباشه که وقتی که انسولین به آخذه وصل میشه، باعث میشه که جدا شدن انسولین از آخذه به تعویق بندازه و کاهش بده. سرعت جدا شدن انسولین از آخذه جدا، یعنی طولانی میکنه، یعنی سبب مانع آزاد شدن انسولین از آخذه میشه و از طرف نیمه عمر انسولین ریسپتور کامپلکس را طولانی میکنه. هر دو حالت باعث میشه که اثر انسولین در نسج محیطی زیاد شه و طولانی تر شه. پس در مریضانی که مقابل سلفونیوری مقاومن، این گروپ دوایی میتونه موثر باشه و HbA1c در این مریضا کاهش میده. همچنین گفته شده که هیدروکسیکلoroquine سبب آزاد شدن انسولین روده بتا پانگاس هم سطح تریگلیسیرید خون را بین میبره. برای تداوی مریضان دیابت، وقتی که یک مریض دیابت پیش ما میاد، HbA1c بیشتر مثلا به 6 تلویزیون غذایی توصیه میشه. وقتی که با لایف استایل چنج قند خون به سطح نرمال رسید، بازم بیشتر از 6-5 روز بعد مریض سلفونیوری از این گروپ دوایی استفاده کنید و دوز به تدریج به دوز نهایی میرسید. اگر باز هم HbA1c بیشتر از 6.5 باقی موند، متفورمین و یا سلفونیوری که در میزان که
اگر ما عدم تحمل متفورمین داشتن شروع کردیم، باز همش کنسیمیلیت به 6.5 بالاتر 6.5% بود. اون زمانی که میتونیم دو دوا با هم کمبینیشن کنیم، معمولا متفورمین با سلفونیلوری، متفورمین با تیازولیدین، متفورمین دیپیفون انیبیتور، متفورمین جی ال پی 1 آنالوگ، یا هم متفورمین به SGLT2 انیبیتور کمباین. و یک گروه دوایی با هم کمباین کنیم، دو دوا با ادامه بدیم. در صورتی که با وجود دوای مذکور ایپوماسین بازم بیشتر 6.5 باشه، یا هم مریض در شروع ایپوماسین از 7 بیشتر از 7.5 باشه، میتونیم از 3 دوا کمبینیشن استفاده کنیم: متفورمین با سلفونیلی جمع تیوزولیدین، متفورمین با سلفونیلی جمع دیپیپیفور انیبیتور، متفورمین با سلفونیلی جمع جی ال پی اگانورا. اگه بازم یا مستجیلتی دو انیبیتور، اگه بازم با وجود استفاده 3 دوا بازم هیچ بیماری بعد از 3 ماه دیدیم که بیشتر از 7.5 بود، دوای چهارمی که اضافه میشه انسولینه. ما میتونیم در این زمان انسولین برای مریض شروع کنیم. اگه سوال داشتیم پرسان کنیم. موفق و سرفند باشیم. الله حافظ.